ما میگم تا الان با تفنگ کار کردی؟ آره؟ بذار یاد بدم. این یه تفنگ شکاری جدید آمریکاییه. به این میگن قطار تفنگ. اون قطار دو نوعه، یه قطار هست میبندی به کمر، یه قطار هست که روی خود تفنگه. خب حالا بابا اینو پلش میکنیم، بعد گلنگده رو میکشی. خب یه فشنگ میذاری، یعنی آماده شلیکه. ما میگم تا الان با تفنگ کار کردی؟ آره؟ بذار یاد بدم. این یه تفنگ شکاری جدید آمریکاییه. به این میگن قطار تفنگ. اون قطار دو نوعه، یه قطار هست میبندی به کمر، یه قطار هست که روی خود تفنگه. خب حالا بابا اینو پلش میکنیم، بعد گلنگده رو میکشی. خب یه فشنگ میذاری، یعنی آماده شلیکه.